اصلا جوانی هم در سن سال است هم در دل. چونکه انسان‌هایی هستند که با وجود گذشتن عمرشون سن سالشون هنوز هم بالای روح تازه تر و در کار زندگی کوشند. از این رو در نگاه من جوانی که در سرشت انسان است این مهمتر است. یعنی جوانی انسان در ظاهرش نباید باشد، در چهرهش نباید باشد، در سرشت و دلش باید باشد و چون این جوانی مهمتر است. چونکه جوانی که در دل انسان است، در سرشت انسان است، آبادگر است. مثلا جوانی که آنهایی که ما میکنیم که جوانی در سن سال است و یک مدتی معین و گذرانده است. نقطه نظری اگر فیزیولوژی بینیم در سن سال است. نه که جوانی میتواند که در پیران سالی هم باشد، اگر که دل جوان باشد نسبت به زندگی و خود جوانی است. سن بسیارتر شود آدم خود باز اسم میکند سن سال قطعه. آدم همون قدر که خرسند باشد همون قدر جوان میسته. دل آدم جوان است و یک دلش وسیع انسان میشد که دل وسیع هر چیز با فکر و خیال کرده و پریشان نمیکند، گپ خوب گپ میزند، معامله خوب میکند. اینا البته دلش تقریبا هم وقت در جوان با همراهی جوان ها کار میکنند، جوان میشود. من فکر میکنم خیلی سن سال است، سن سال در جوانی است. به هر حال سن سال جوانی در وقت جوان بودیم بهتر بود. حس میکردم که جوانی به تشویش بود، غم زندگی نبود. از تشویش زندگی گودکو نویرو انم خیلی تشویشی هم زندگی. جوانی این همه وقت در دل است. سن سال هم رود دل جوان باشد آدم جوان. سن سال پیری یا وایشد حس نمی کند. همه وقت در دل وابسته در جوان بودن آدم. تو مخصوصا جوان است. دیگه به گردن نگرفته است میگم جوان بود. البته جوانی در دل است. هستند شخصانی که سن سالشون رفتن ولی دلشون جوانند. با فکر من جوانی در دل است. برای که دل جوان باشد سن سال آنقدر فرقی ندارد. جوانی دل چگونه احساس میکنم؟ جوانی دل مثال اگر بگن در سن سال کلان سالی مثل جوانان شوخی کرده خندیده توانستند. از مثال زنده آوردن ممکن است که پیرانی هستند که دلشون جوان است، این بی‌واسطه بشود است. یا برعکس همین جوانی هستند که رو افتاده هستند مثل آدم پیر می‌نمایند.